سلام، شب و روزتون بخیر. همونطور که حتما مستحضر هستید تو چند روز گذشته یه بار در دبه ترشی خبرگان باز و بسته شد و یه جلسه گذاشتن و یه بیانیه هم دادن و بعدم یه سر رفتن بیت العنکبوت ولایت تا یه روزه گوش کنن و یه اشکی بریزن و تمام. حالا ببینیم علیگدا تو این اوضاع و احوال خفن چی تحویل خبرگانش داد. فرض بفرمایید تروریسم یک مفهومی است که استکبار اون رو در یه معنای خاصی به کار میبره، یا حقوق بشر یا دموکراسی. فرض کنید مجازات مجرمی که اعتراف به جرم کرده و میکنه، مجازات یک اخلالگری که دهها یا صدها یا هزارها نفر رو در یک کشور معتاد میکنه به مواد مخدر، مجازات این میشه ضد حقوق بشر. اینا اینجوری، یعنی مفاهیم رو خودشون معنا میکنن و توقع دارن همه دنیا از جمله ما در جمهوری اسلامی بر طبق فهم اونها بفهمیم، از منظر اونها ببینیم، بر طبق ادبیات اونها حرف بزنیم. این رو از ما انتظار دارن. این یکی از نشانه ها و مظاهر واضح سلطه و استکبار، در حالی که انقلاب اسلامی یک منظومه فکری داره خودش. باز پیچون. خب جای این قر و قنبیلا بگو نمیخوای زهر حقوق بشر و زهر اجتماعی رو بخوری. اما قضیه به این سادگی ها نیست علیگدا. تو هر چه قدم دهنتو ببندی این زهر از گوشت یا دماغت سرازیر میشه و کارتو میسازه. مثلا تو میگی به خاطر مواد مخدر اعدام میکنم، بعد وزیر کشور کابینه شیخ فری میاد میگه نماینده های مجلس وحوش با پول مواد مخدر رأی آوردن. دیدی؟ به همین راحتی زهر وارد حلقت میشه. و اما چند تا یکی دو تا مسئله روز و قابل توجه و مهم هم هست که اجمالاً عرض میکنم. یکی مسئله برجامه، یکی مسئله بعد از برجام است که به نظر من مسئله بعد از برجام از مسئله برجام مهمتر است. من با آقای رئیس جمهورم این رو عرض کردم. به نظر ما مصلحت نیست که ما مجلس رو بر کنار بداریم از این قضیه، چون قضیه ایست که بالاخره 2 سال کشور به طور کلی متوجه به اوست. حالا هم به یه نتایجی رسیده، باید مجلس وارد بشه. حالا مجلس چه بکنه؟ بنده هیچ توصیه‌ای ندارم به مجلس شورای اسلامی که این رو چجوری عمل بکنی. ای بدبخت تلس شکسته. آخه تو ولی فقیه یا شیر به نشتی افتاده هموم. اگه هیچ توصیه‌ای نداری پس این سوسه ها چیه میای؟ دل واپسا رو که بین زمین و آسمون ول کردی تو. نمیشه که هم برجام بیاد تو مجلس هم هیچ کاری روش نکنن. خب وقتی تو دوره پسا زهرخوری اینجوری به نعل و به میخ میزنی نتیجهش میشه همین. نکته دوم این است که اینها راجع به همون بخشی از تحریم ها هم که اظهار میکنن که برداشته خواهد شد میگن تعلیق میشود. این نیست، مسئله ما این نبوده. مشخصه که تحریم های اقتصادی باید برداشته شود. گفتیم من فوراً. حالا فوراً به معنا کردن ما هم حرفی نزدیم، اشکال نداره. دوستان ما در اینجا اون فوراً رو به یه شکلی معنا کردن، یه ترتیبی براش چیز کردن، ما هم مخالفتی نکردیم. دیگه واپس تمرگیدن که اینقدر مقدم چینی نداره که بعدم همچی آب و تابش میده که انگار چه خبر مهمی داره میده. نه بابا، این داستان شکرخوری تو رو که همه میدونن. همین چند روز پیش الاغچی پتر رو ریخ رو آب و چوب حراج زد به آبروی نداشتت. البته مقام معظم رهبری، حالا باز من برداشت خودم عرض میکنم، از ابتدای مذاکره اون چتر بدبینی خودشون رو نسبت به مذاکرات بالا سر مذاکره نگه داشت. ایشون این سایه رو بالا سر مذاکرات گذاشتن و ما ولی این چتر رو که گذاشته بودن ولی از پایین میگفتن مذاکرات ادامه پیدا کن. میگه از بالا یه فیگور بدبینی میگرفت، بعد از پایین ما رو کوک میکرد که بریم مذاکره.
خب اینو که موشکاف خیلی وقت پیش گفته بود. آره دیگه، داستان نعل و میخ همینه دیگه. این ولی فقیه زهر خورده راهی جز دو دوز بازی نداره. در هیچ مسئله جز این مسئله هسته‌ای با آمریکایی‌ها طرف صحبت نمیشیم. این رو ما اعلان کردیم، هم به مسئولین سیاست خارجیمون گفتیم، هم به بقیه مسئولین گفتیم و داخل نمیشیم. علت هم همینه که اونها جهتگیریشون درست نقطه مقابل جهتگیری ما، 180 درجه ما با هم تفاوت داریم. این هم این مسئله یک بخش این قضیه است. بفرما. بعد از خط و نشون کشیدن بر سر زهر اجتماعی و حقوق بشری، حالا میگه زهر منطقه‌ای هم نمیخورم. یعنی به کوسه میگه نفس کش. باشه، اینقدر با اکبر کوسه شاخ به شاخ بشو و بزن بکن تا جون جفتتون در بیاد و راه واسه ضربه آخر ملت صاف بشه. موشکاف همینو میخواد.